اینه که طبیعت دنیا اینه عزیز من، برادر من. بایستی دنیا رو بشناسیم. ما در یه جایی میخوایم زندگی بکنیم که بدون شک خداوند ما رو مورد امتحان قرار میدهد و کار خدا حکیمانه هست. همه چیز به مشیت و تقدیر الهی است. تسلیم بشیم، همون گونه که در سجده هامون تسلیمیم، همون گونه که با روزه تسلیم خدایید. چیزی دیگه نیست که اگر نه الله بود ما روزه نمیگرفتیم، اگر فرمان خدا نبود ما نماز نمیخوندیم. چرا نماز میخونید؟ چرا روزه؟ چرا زکات؟ چرا ترک گناه؟ چرا با هوای نفس و خواسته های نفس مبارزه میکنید؟ به خاطر الله جل شأنه. و اگر صبرم میکنید تو این زندگی دنیا با مشکلات دست و پنجه نرم میکنید، به خاطر الله باشید. پس طبیعت دنیا رو بشناسید. زندگی دنیا اینه، دور از انتظار نباشه. پدر آدم فوت میکنه، مادر آدم میمیره، برادر آدم ازدواج میکنید، ممکنه عزیز دل جگرگوشه ات، بچه ات خدا ازت بگیره، مال تو از بین میره، آزار اذیت میبینید، آبروت میبرن، کتک میخورید، مشکلاتی برات پیش میاد، مسائل گوناگون. دنیاست، طبیعتش این گونه است. انسان احتیاط میکند، اما بعد از احتیاط و توکل دیگه خدا میدونه، من و تو نمیدونی. در زمینه عبادت و بندگی به همین صورت، بنده خدایید، اهل عبادتید، اما با مشکلات روبرو میشید. فتنه ها، آزار و اذیت ها، تنگناها، فشارها، مسخره ها، استهزا میکنن، آزار و اذیت بهت میرسونن. به خاطر دینت جوونید، بندگی میکنید، اما به خاطر همون عبادتت تو رو مسخره میکنن، آزارت میرسونن، منعت میکنن، میکشن، زندانت میکنن. مگر نبوده در طول تاریخ انسان ها، حتی پیغمبران خدا کشته شدن؟ به خاطر چی؟ به خاطر کلمه حق رو میگفتن، انبیا رو کشتن، آزار و اذیت رسوندن. پس طبیعت دنیا اینه. قدم سوم بایستی ما نگاه بکنیم به پاداش و نتیجه بسیار ارزشمند صبر. حتی تو دنیا اگر نگاه بکنید، اونایی که خوب تحمل دارن و صبر دارن و سخت کوشن، شب و روز به یه جایی میرسن. ببینید چقدر قرآن مژده داده، وعده داده، و وعده خدا حق است به صابرین. سرمایه هست. انسان وقتی صبر میکند، صبر دیگه اینطوری نیست که مثلا ما بگیم یه 5 دقیقه صبر بکنیم. در مواردی هست که بایستی ماه و سال بگذره و شما صبوری بکنید. سرمایه عظیمی است، خیلی ارزشمند. لذا به نتیجه صبرمون، اولا انسان هایی که صبورن خدا با اونهاست. ان الله مع الصابرین. خدا با اونهاست، خدا با همه هست. اما یک معیت و همراهی خاص خداوند با رحمتش، با عنایتش، با برکاتش، با توجه خاصش با اوست. چرا توصیه شده ما بریم به عیادت بیمار و اون همه اجر و ثواب داره؟ چون بیماری که دارد با بیماری، با گرفتاری دست و پنجه نرم میکند، خدا با اوست، خدا دوستش داره. والله یحب الصابرین. خداوند صابران و شکیبایان دوست دارد. محبوب خداست اون بیمار، اون مریض، اون دردمند، اون گرفتار، اون مصیبت دیده. محبوب خداست، خدا با اوست، خدا در کنارشه. لذا در روز قیامت الله جل شأنه میفرماید من پروردگار مریض و بیمار شدم، چرا به عیادتم نیومدید؟ بنده خدا میگه ای رب العالمین، تو که الله جل شأنه پروردگار جهانیان بودید، چگونه مریض شدید؟ میگه مگر نشنیدید که فلانی مریض بود؟ اگر میرفتید به عیادتش من در کنارش بودم. لذا کسی که غم دیده میشود، مصیبت و بلایی بر سرش میاد، بلخص عزیزی رو از دست میده، اگر برید دلش رو تسکین بدید، خداوند در فردای قیامت جامه‌ای بر تنت میکند، جامه آرامش، لباسی که فاخر است، به خاطری که دل یه انسان غم دیده رو به دست آورد. کسی که گرفتار است، کسی که دردمند است، مصیبتی اومده، مالی رو از دست داده، هر چیزی، برید در کنارش بنشینید، دلداریش بدید، چقدر ارزش داره، چون خدا دوستش داره. پس خدا صابران رو دوست داره. وقتی صبوری میکنید بگو الان خدا منو دوست داره، خدا به تسکین میده، بگو خدا الان با منه، خدا من رو رها نکرده. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. دیگه اجر و پاداش تو بدون حد و حصره. و فردای قیامت بهشت مال صابران. آدم تا صبوری نکنه نمیتونه حتی به بهشت برسه. وقتی فرشتگان خدا از هر در وارد بهشت میشن و سلام و درود میفرستن بر بهشتیان، سلام علیکم بما صبرتم، سلام و درود بر شما. فرشتگان میگن
رسیدن شما به بهشت به خاطر صبرتون بود. آدم تو صبر نکنه نمیتونه مزدشو بگیره.